آلوی وحشی پیدا کردیم و اکچولی شوهرم حمید پیدا کرد. بعدش منم تصمیم گرفتم که چند تا از یه مقداری از این آلوها رو بچینم باش لواشک درست بکنم. فکر نمی کردم که این لواشک این آلوها انقدر ترش باشن. یه چیزی هن، یه مقدار حتی ترشتر از آلوچه یا همون آلو رشه کردی هم که هست، از اون هم ترشتری. حالا این مدل قرمزشه، ولی دقیقا همون جوری که میبینین سایز همون آلوچه های بزرگه. خیلی خیلی ترش، اصلا نمیشه بازش زد بدون اینکه اشک از چشم آدم در بیاد. خلاصه یه کمی ازش چیدم، بعدش هم اینم الان یه مقدار باقی مانده شه که حالا باید بپزم. تقریبا شاید 10 دقیقه طول کشید. توی قابلمه گذاشتمش همونجوری با هستاش، اصلا هستاش در نیاوردم. بعدش 10 دقیقه پخته شد. بعدش همینجوری هستهاش با یه مثل به همزنه مثل گوشکوب هستهاش مالیدمش به همدیگه. خیلی خیلی راحت از صافی رد شد و خیلی راحت جدا شد. تمام کاندو ما الان بوی خوش لواشک گرفته. خلاصه جای همه اونایی که لواشک دوست دارن خالی. من این اولین بارم نیست که لواشک درست کردم، چندین بار دیگه هم درست کردم، عالی میشه. اصلا هم بهش آب اضافه نکنید، همون آلوها رو یواش یواش بپزین و بعدش میگم 10 دقیقه یه ربع نهایتش خیلی آرام بپزید و بعدش هم پیست چی میگن روب ازش درست میشه. و فکر میکنم که نصفش میریزم توی سینی که بشه لواشک، سینی پلاستیکی. نصف دیگه‌ش هم همینجوری میذارم که توی غذاهای مختلف بریزم. امیدوارم که شما همینطوری بتونید. آلو که همه جا هست توی ایران و همه جای دیگه. خلاصه ما اینو به صورت جنگلی و وحشی پیدا کردیم. چقدر دلم سوخت که بیشترش بر نداشتیم، اما ببینین چقدر خوشگله. کاش همه اینجا بودید و بوی عطرش هم میشنیدید. جای همه خالیه و واقعا ساده بود درست کردنش. همینو میخوام بگم. و لواشکش هم با تجربه من توی اینجا جلوی آفتاب پشت پنجره بذارینش، یه چیزی کمتر از یه هفته لواشکش هم درست میشه. روز همگی خوش و کامتون شیرین نترش.